Саидов Саид Аҳмад. سعید احمد سعیدов ساکن ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان در اقدام چرخ اقبال از شرکت زد موبایل شاه جایزه منزل استقامتی در شهر دوشنبه را بر نمود. ضمن یک مراسم مسئولین شرکت امک سعید احمد را به این مناسبت تبریک و تهنیت گفته کلید خانه را به او سپردند. سعید احمد سعیدov از آغاز این اقدام برناکی 4 سال است راه اندازی می شود در آن بازی می کند. او میگوید امید داشت که در این اقدام اقبالش بلندی می کند و توفه را صاحب می شود، ولی منزل استقامتی بر نمودن را حتی تصور نمی کرد. سوری با فیلم چهارم ما بازی میکنیم. خیلی جوش میشه 100 تا میگه جوش 100 تا میشه. این امسال گرفتم ما 47 گرفتم. باوری نداشتم. دیگه باوری نبود اگه امید بود که من بگیرم و سعید نشی دفعه میشه اكو هزار رحمت شرکتی زد موبایل دا بسیار خرسندیم که آدم صاحب خانه میشه گنده نه. در اقدام چرخ اقبالی زد موبایل دیگر توفه‌های گران ارزش نیز صاحبان خود را پیدا کردند. 3 خوشتوله دیگر در بازی امسال اتومبیل‌های برقی را برد نمودند. از جمله عمر سفرов همگی با 2 ایدی رقم صاحب ماشین شد. من از 2 بلیت زد موبایل автомашина برد کردم. بار اول است در همین بازی اشتراک کردم و خواهم سالهای آینده بازی در بسیارتر اشتراک کنم. در این بازی چند غالب دیگر آیفون و تلویزیون و نوتبوک ها را به دست آوردند. همچنین در این مراسم علاوه به 10 نفر دیگر برای اشتراک فعالانه در اقدام تلفن های موبیلی تقدیم کرده شد. مسئولین شرکت میگویند که امسال شماره اشتراکیان بازی خیلی زیاد بود. امسال در اقدام چرخ اقبال زیاده از 170,000 مشتریان شرکت ما اشتراک کردند و در بازی چرخ اقبال زیاده از 24 توفه‌های گرامه‌ها گذاشته شده بودند. با مشتریان زد موبایل گفتنی هستیم که در این اقدام همساله اشتراک نمایند. خیلی که شما از تلویزیون سفینه علاقه آگاه یافتید این بازی ما با طرز شفاف گذشت و بسیار مشتریان ما توفه‌ها نیز برد کردند. خاطررسان میشیم که این سال چهارم است که زد موبایل اقدام چرخ اقبال را راه اندازی میکند. بازی امسال از 1 سپتامبر سال 2023 تا 5 ژانویه سال 2024 ادامه کرد. رهبریت شرکت زد موبایل نقشه دارند که در آینده نیز چنین اقدام‌های بردناک را برای مشتریان خود به راه مانند.